مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شاه منصور جهت عملی‌سازی قرار رئیس شهر دوشنبه درباره تشکیل و برگزاری آزمون شهری تاج سر جمله هنرهاست علم در شهر دوشنبه و 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف تدبیرهای ضروری را عملی کرده ایستاده است. در این دایره مراسم افتتاحی دور ناحیوی آزمون شهری تاج سر جمله هنرهاست علم در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 65 ناحیه شاه منصور برگزار گردید. در چاره‌بینی نمایندگان ساختارهای مربوطه ناحیه شاه منصور، آموزگاران مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ناحیه و اشتراکچیان آزمون شرکت ورزیدند. گفته شد که آزمون مذکور در پرتو اعلان گردیدن 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف جریان دارد. طبق اطلاع غالبان آزمون با مکافات پولی قدردانی می‌گردند. همچنین برای اشتراکچیان در امتحان‌های مرکزانیده شده داخلشوی جهت شامل شدن به مؤسسه‌های عالی کسبی امتیازها داده می‌شود. مقصد از برگزاری آزمون مذکور هر چیز زیاد نمودن رونق خوانندگان به فن‌های طبیعی، ریاضی و گومانیتری میباشد. مورد به ذکر است که برای اشتراکچیان آزمون مذکور یعنی مکافات‌های تأسیس داده مقامات اجرایی حکومت دولتی یعنی تأسیس داده شده است و غالبان دور ناحیوی آزمون به دور شهری آزمون صاحب راحت می‌یابند. در ناحیه شاه منصور دو مؤسسه یعنی مؤسسه دولتی مرکز دریافت و رشد استعدادها و مرکز کودکان و نورسان ناحیه شاه منصور فعالیت می‌نمایند که فعالیت به واسطه این دو مؤسسه یعنی که آمدن خوانندگان به یعنی فن‌های معین داخل شوی به مؤسسه‌های عالی کسبی و همزمان آمدن متخصصان یک ساحه معین میباشد. همین طور آزمون در 3 سیمخانه مؤسسه دولتی مرکز تحصیلات علاوگی ناحیه شاه منصور آغاز گردید. باید گفت که آزمون شهری تاج سر جمله هنرهاست علم میان خوانندگان صنف‌های 9، 10 و 11 گذرانیده می شود. آزمون از روی 7 نامیناسیا برنامه‌سازی معماری، مدل سازی، رادیو الکترونیکا، روبوتوتکنیکا، سیاحت کشورشناسی و طبیعت شناسی گذرانیده می شود. آزمون با ترتیب سنجش دانش‌های نظریوی، کار سنجشی از دو